مردی که 25 سال همه فکر میکردن فوت شده. رحیم مؤذن یا مؤذن زاده اردبیلی، مردی که صدای اذانش دلها را تکان میدهد. آقا رحیم از سال 29 بعد فوت پدرش جای اونو تو رادیو میگیره و تو برنامه زنده سحری هر سال از اون میگه، تا سال 34 که تصمیم میگیره صداشو ضبط کنه. خودش میگه انگار بهم الهام شده بود که باید صدامو ضبط کنم. از اون سال به بعد هر سال از رادیو بهش زنگ میزدن برای ضبط صدای اذان. آخرین بار سال 56 صداشو ضبط میکنه. بعد انقلاب تا 25 سال دیگه هیچ کس سراغشو نمیگیره و همه فکر میکردن فوت شده، تا اینکه از طریق پرسجوی یک مجری تلویزیون سرانجام 2 سال مانده به پایان عمرش دوباره کشف شد. درست زمانی که 8 سال از بیماری سرطانش میگذشت و بسیار پیشرفت کرده بود. به کمک چندی از مسئولین اسباب سفر او به حج فراهم شد و آقا رحیم به آخرین آرزوی زندگیش رسید و سرانجام بعد از بازگشت از سفر حج سرطان به ریه‌هاش رسید و حاج رحیم ما در 6 خرداد ماه سال 84 چشم از جهان فرو بست.